به خدا تو زن نیستی. تو خود سیانوری قرص برنجی که من الان دارم. سلام علیکم به جیگرای سکسی خودم. حالتون چطوره؟ که با حالک حال مالی ندو کف موید ندو. امیر فوکسم. خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید امیر فوکس. مرسی که از این لایک میکنی، سابسکرایب میکنی، زنگوله فعال میکنی که میدونید امیر فوکس ویدیو جدید گذاشته. بود میگه که ببینید امیر فوکس چی گذاشته. امروز اومدیم با ویدیوهای جدید سم و فشاری. امروز میخوام کلا فشار بخوریم، یعنی فشار رو بتونی کنیم که یکم شما بخندید اشغال کنیم. پس بدون مطلب بریم برای ویدیوهای جدید. اگه خندیدی حتما لایک و سابسکرایب کن که جامعه‌مون خیلی بزرگ بشه. دمتون گرم. بریم برای ویدیو. بدون تمامی میبرم. دو روز رنی کردم بازم میبرم. خیلی قویم. گفتین خیلی میخندی فلان میکنی قهقه میکنی. یکم فشار بخور. فشار میخوریم چه انرژی داریم. بریم. لاتیو مرا معرفت از قم شروع میشه تو قمم تموم میشه. اسم ژاپن و تگزاس بد در رفته، وگرنه قم خیلی خطرناکتره. خاصی از قم رد چی؟ سر پایین. تکرار میکنم سر پایین. بیا باره بابا. ای میخواد قم. آخه به تو نمیخوره، به لولت نمیخوره که سر پایین فلان به ما. آخه بچه بوسیدنی قرم ساق دیوز. آخه مردی که اولین ویدیو رو خیلی یعنی با فشار خیلی زیاد آمپرم جو ترکی. هنوز سیبیلاتم در نیومده، بعد اومدی برای ما گنده گوزی در میکنی. به تو نمیخوره بچه خوشگل. بیا برا. شدی بچه هرسین یعنی کرماشان مشکل برات پیش آمده کسکم. ای بابا. بریم برای بعدی. یه چیزی میگن دو چیزی هست، یکی دل خوب. از اول بگم از اولش یه چیزی میگم دو چیزی هست. یه چیزی میگم دو چیزی هست یعنی چی؟ مگه همبرگر دابل برگره؟ مگه یه چیزی میگم دو تا. ای بابا همون اولشه بذار شروع. زبونش هم نمیچرخه این لامازب لاشی برا من شده بلاگ. هر خری هم برا من بلاگر شد، یعنی برا نسبت بعضی ها، ولی واقعا هر خری بلاگر شده. بریم بعد ادامه ببینیم چی گویی بخواه. یکی هم پول خرید پول مشتی خان. نفهمیدم خب یه چیزی میگم تو چیز یکی دل خوبی که پول خریده پول. بابا به خدا میخوای پولم بگیری باید پول بدی. ای بابا من نمیدونم این الدنگا رو از کجا پیدا میکنن. اینا از کجا میان بلاگر میشن، نمیدونم اینجوری سوسماس میکشن فلان میکشن. بابا تو باید بشینی. گذشته فریبم داد، حال عذابم میدهد. خلم من بیام با تو که پول نداری تو رابطه. اصلا دخترها مگه خلن؟ وقتی که هر روز بعد از اون نوک پارو تا این بالا کرم بمالن که این پوست نرم بمونه، یه رسیدگی معمولی بخوام به خودم بکنم در ما 500 میلیون برام میفته. بعد اون موقع این رسیدگی رو کامل بذارم جلوی تو مفبر. یه لحظه A few moments later. من میگم ویدیو رو چه ترک میکنی؟ خب باید ترک کنم که ما برینم به سر تا با این دختره. خب خرج میکنی برای پوست ناخونت، نمیدونم برای آرایش کردن برای ماست مگه؟ بابا یعنی من بفهمم کدوم احمقا به اینا گفته که شما مثلا این حرکت رو بزن فلان به ما. آخه حروم آخه قروم ساق توی دیوس. آخه چی میفهمی از دختر بودن؟ چی میفهمی از پسر بودن؟ چی میفهم؟ همون نمیدونه چی به چیه برای ما. بیا بارا بابا در کوچه تو بذار. خجالتم نمیکشن. اومده برای من سیس میاد که نه من فنانم. تو گو میخوری، تو قیافتم نمیخوره. آقا اونقدر گو خوردی شبیه گو هم شدی. من جرم فورام میکنم. آروم باش. آروم بابا چیزی نیست که آروم باش بابا. گو خورده آخه مردی چی مردی زنی چه
یعنی امروز من موقع فشار میخوره همسایه‌ها میان یعنی چوب خواهش میکنم یکم رعایت ما رو بکنید. بریم سومی چهارمیه فکر کنم. اینم پایان کار. داداش چی کار کردی داداش با خودت؟ دستش اینجوریه بشاخ دست فلج شده. یا خدا آقا به آخه کی به تو گفته که بری تتو بزنی؟ اونم این آقا پاهاش هنو مونده اینجا، رد پاهای تتو کار تتو آرتیست مونده اینجا، قشنگ ریده ها. اصلا عقل داشته باشی میده همه جات اینجوری پلو. اینا چیه داداش زدی؟ پرنده ها اومده اینجا شده سیاه. واتا فازدا گازدا مازدا. اصلا این آدما ریدن. شاید من ریدم. Like what? چرا باید فشار بخورم؟ عجب گیری کردی. ای خدا گرمم شدی ها. بریم برای پنجم ببینیم چه گویه. بله پوما هنو تقویه کننده مو هم میزنی شما؟ گوری لنگوری باشه عضلات فیگور عضلات پشتی میگیری؟ داداش چیکار میکنی شما؟ 93 میلیون ویو خورده. بگو 100 میلیون دیگه. 93 میلیون به خاطر چی نگاه؟ به خاطر پشماش نگاه کردین؟ تا دیروز میگفتین که پشم اینجوریه ریش اینجوریه، ما بعدمون میاد از ریش نمیدونم فلان. پشماشو دیدی؟ با پشماش میشد یه دونه یعنی یه 100 تا تخت خواب درست کرد، یعنی دوشک تخت خواب درست کرد. دیکشنریم کلا اون چی لغت میگن بسته شده کلا نمیدونم ریدم. استام داره میلرزه. فازتون چیه؟ افتخار ایرانیان و قهرمان جهان هادی چوبان بدنساز نبرد رزمیکار حرفه‌ای ام. داداش دستو سنی گذاشته قربونت برم. با شورت 7 اومدی اونجا، یعنی به خدا با همین وضعیت بری استخ هم نمیدونم میگن شورتت ایراد داره، بعد اومده اینجا با اون شورت اونم در بیار دیگه. شورتو در میاری یا ابوالفضل؟ قدیما یه حرمتی بود. حالا من میگفتم مثلا در 80 باشی چیز تو الان راحت 50 دهه 60 خجالت نمیگم فیگور الان اینم میگیره کول میگیره. بعد اینجا فیگور میگیری با اون شورته. خدا بعضیا رو من میشناسم اندامشون اونقدر خفنه تو آینه خودشون فیگور نمیگن عکس بگیرن استوری کنن، میگن نه بابا بدنمون همه حرفه‌ای. بعد تو ویدیو انتشار کردی از خودت. به خدا تو زن نیستی. تو خود سیانوری قرص برنجی که من الان دارم. بعد ویدیو بعدی. چطوری سعید؟ سلام با توصیه بریم سر اصل مطلب. فردا شب مهمونی دعوتم پیاراش هم هست. اینجوری بزن مامان بتونم اونجا کار در بیارم. چه دراماتیک. بریم تو کارش. بله؟ خیلی خفن شد. از پشت ماهاتو نمیبینی. کراش پسره. کل بچهای مهمونی میان سمتت. فقط سوال ازت داشتم. چی؟ تو با جاستین بیبر نسبتی داری؟ آره. چطور؟ بلی؟ اصلا من کار ندارم. جاستین بیبر اصلا من کار ندارم. جاستین بیبر اون من تا اونجا که اطلاعات عمومی اطلاعات موسیقی میگم در حد چوسه جاستین بیبر میگفتن. جاستین بیبر اونم به کنار. بعد تو پسری چیه پوشیدی نوک ممانیره معلومه. What the fuck مدل موها چیه؟ من ریدم به خودت، یعنی ریدم به اون مغزت، یعنی مغزت این چیزی در آوردن ریدن توش بعد گوشتن سر جون.
اصلا وضعیت چرا داره اینجوری میشه؟ وات دا فاک چیکار میکنی شما؟ خداییش خجال. بعد میگم مرد این دور زمانه کم شده، من مرد اینا همین با همین وصلت کنی، عشق و حال کنین. الان امروز فردا اینم بره گم شه، بره این ویدیو الان تو اینستاگرام چی انتشارات خیلی تو بورس اینا، عشق ابدی، عشق بیا باره بابا. مردی که زنی کم باید بگیش. حتی که از زدنش پشیمون نمیشه. راند دو بله پشیمون نمیشی. آقا تو اصلا میخوای بری توی استخر و این لباستو مایو لباسو در میاری میخوای مایو بپوشی، اینجا معلوم نیست واقعا. همه چیز دیگه شاید من نمیتونم حذفش کنم. تتو خوبه دوستا، من نمیام تتو بده، ما خودم تتو دارم، دقت کنید عاشق تتوم، ولی مشکلم اینه که زبونم نمیره. ولی مشکلم اینه که چرا اونجا و چرا راند دو؟ به خدا تو را پوست کنی از حال میره، بعد راند دو زدی. و فکر کن این دارکترش اینجا بود که یهو پسر در میومد. و پسر اینو میزد که ایش دیگه من چی بگم، که کشتی ها قایقام همه چیم غرق شد. یعنی کلم رو بگونم بزنم من اینجوری همه چی بترکیج. دوست دختر باید بگه چشم، هرچی شد باید بگه چشم آقایی. من دوست دخترم نگه چشم کار. چشم عباس آقا، چشم امپراتور جمونگ. تو خودت دوست دختری بعد اومدی برا من از آقایی حرف میزنی؟ تو خودت ماچ کردنی بچه کوچولو، تو باید ماچ کرد. من نمیدونم این بچه ها رو چرا میزنی اینستا؟ اصلا اون پدر رو باید دهنش رو سرویس کرد که پول میده برو بچه برای خودت بسته اینترنت بگیر. بعد به من پول میدن که من میام اینو نگاه کنم، بعد به این ریاکشن میزنم. من با همین موفز با نمیدونم که چی بگم چی نگم، چی بگم چی نگم. اصلا قاطی کردم اعصابم نمیکشه. بابا باشین جمع کنی، اینا چیه مسخره بازی‌ها؟ مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. دیگه به اعصابم نمیکشه دیگه. آخرای ویدیو بود دوستان، دمتون گرم تا اینجای ویدیو منو تحمل کردیم، مرسی. این بارم فشار خوردیم، یعنی پشمامون ریز. پس حتما لایک و سابسکرایب و زنگوله فعال کن بدون که امیر فوکس ویدیو گذاشته. اگه حال کردیم اون ویدیو حتما تو کامنت بنویسید که دوباره فشار بخور، ویدیوهای فشاری، بازیهای فشاری، هر چی دوست داشتید. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد، به شدت خیلی مدی دوستتون دارم.